Уважаемые пассажиры, в терминале номер 1 продолжайте регистрацию на рейс 201, летающий по маршруту. Ассалому алайкум достон. Агар ки ба шумо чиптаҳои ҳавопаймо ба дилхоҳ давлатҳои рӯи дунё лозим бошад, пас ба авиакасаи тақдир муроҷиат намоед. мо ба шумо кӯмак хоҳем кард. чиптаҳои мо дорои кафолат яъне вазварат обмен дорад. бо дили пур бо нархи дастрасу арзон метавонед харидорӣ намоед. авиакасаи тақдир дар хизмати мо ва шумост. این چی است؟ پسر دوست داشته‌تان یک قسم خانه را به نام این زن گذرانده است. درست گپ زد. بخواب کن. بس خواب کنید. ما را تنها بگذارید روید. آرام کامرا. باش خانه گذارید. من شما رو تنها نمیمونم. باش خانه گذارید گفتم. آرام رو. شما هم. ابرو مایا تو کیستی؟ اومده زندگی ما رو ویران کردی. نسرین خان تو با من دوگانه هم نیستی. بس است. با مادرم درست گپ زن. میدانی که او کی است؟ این رو بینیده؟ مادرم رو تنها دیدم. اینها دیوانه هستن. دخترها ایستید. شما دخالت نکنید. تو دخالت نکن. نسرین تو هم با حجره خود رو مادر شما از من نمیرنجید؟ چیزی چاره جناب مراد را از روی قانون باید به ابرو خانم میسپرد. البته میفهمم. جناب فیرد. آقا سردار من به کلمه جناب عادت نکردم. نه شکر. اکی فیرد شما آدمی با عقل است. شما با آیله دار شوی نسرین چطور اجازت دادید؟ من اجازت دادم گفته نمیتوانم. فقط نسرین رو خواستگاری کردم. او همگی 15 ساله بود. من آن وقت در آلمان بودم. زنگ زده فکری مرا پرسیدم. من مکتب رو تمام کند به وای رسد گفتم. مقابل برآمدم. یعنی برای آیله دار شویش اجازت ندادم. ولی خواهرم دوست می داشته است. از من بیخبر نکاح کردن. با دایره سرنه توی کردن. میفهمم.
به نسرین خانم دلم سوخت. در جوانی شوهرشان را گم کرده. به بالای همه‌اش به اینجا آمدن ابرو خانم این کاغذی تو قدر و قیمت ندارد. وضعیت را دیده ایستاده ای. تو آدمی اینجا نیستی. مقابل این بر اومدن نمیتوانیم. ما هم حق داریم که در اینجا ایستیم. با خدا با ما میستن. حالا میبینیم. بس است. کدام حق؟ در اینجا برای تو حتی نفس گرفتن حرام است. من فقط فکر آینده فرزندانم رو دارم. اگر زمین رو فروشم در اینجا یک دقیقه زیادتر نیت ایستادن ندارم. یعنی گفتنی که مراد خودکشی کرده نمیتوانست؟ تشکر رجب. تشکر. اینطور نمیگویم، ولی دلم مرا دور میبرد. آدمی که خوب شنا میکند چرا برای خودکشی کردن خود را از زورق به دریا میپرداخته است؟ جان شیرین است، فوراً به بالای آب میبراید. شاید وقتی که افتاد سرش را به یگان سنگ زده باشد. شاید. نتیجه را فقط بعد از پیدا کردن جسد انید گفتن میتوانم. بعد انید میشود خودکشی است یا اینکه تصادف. شاهد یگانه جناب کندل است. او باشد خودکشی میگوید. مرا گوش کن. اگر مراد را روی خاطری نمی کردم و تو زنگ نمی زدم و قدمت را هم مانده نمی توانستی. من به شما چیکار کردم؟ من میدونم که شما مراد را در اینجا با دیگر کس آیله دار کردن میخواستید، ولی مراد به من عاشق شد. مرا دوست داشت. من هم. ما بسیار خوشبخت بودیم. بگذار من، ولی جنهای تو هم در آنجا ایستند. اینطور باشد رفته در مهمان خانه ایستید پولش را من میدیم. از یادت برآوردی همه مهمان خانه ها پر است. من از هیچ کس صدقه نمیطلبم. من حق دارم و میستم. در اینجا ایستادن میخواهی؟ اینطور باشد جای خوابت را نشان میدیم. چیکار میکنی؟ مادر جان راه گرد. نرس دستم در دارد. انا در اینجا میستی مخول شد. جای خوابت نرس مادرم دست نرس. بس است کندل. و این خانه آنها هم حق دارد. مادر در بالا دو حجره خالی داریم. در همان جا ایستیم. تشکری زیاد قدری خانم. آنها دشمنانی تو نیستند کندل. از مراد امانت. کسی نیکی نکند برکت را نمیبیند. ما نانخوری زیادتی نیستیم. تو رفتن ما سرمان رو خم نمی کنیم، ولی دیگر مقابلیت رو دیدن نمیخواهم. مادر جان نمیبینید همش گناه آنهاست. عده پیش از همه به تو میگویم با هیچ کس برابر نمیشوی. در اینجا ایستادن نمیخواهم. من هم نمیخواهم، ولی اکنون عقلم برای خوب رفتن یک جای تازه داریم. با مر در یک خانه زندگی کردن فکری عالی جناب. عده وای کندل از یگان کار دست نمیکشد مگر نمیبینید؟ تا این درجه هم نه. به استانبول گریختنی شدی، ولی او تو رو یافته آمد. کاری من چی گفته میتوانیست؟ تا همین درجه شما ساده هستید؟ آدم دو زن را گرفته در یک خانه زندگی میکند به مدنیت. مادر جان باید یک چیز رو دونید. جای دیر شدید؟ بله قدری خانم. بچم بین مادر کلانت به تو چی آورد؟ میخوری ها؟ اگر یکون چیز لازم شود ملیکه را فریاد کن. تشکری زیاد. تو به من چیزی گفتنی بودی مایا؟ مهم نیست مادر جان، بعد صحبت میکنیم. انشالله همش فراموش میشود. بله همش میگذرد دخترم. فقط کمی صبر باید کرد.
نسرین با کجا؟ با کم صحبت کردنیم. انا اینها رو گیرید. این چیز دختری خاله؟ طلاهای من. انا این رو هم گیرید. حسابی بانکی من پولهای مراد داده رو برای باران جمع کرده بودم. اینها رو چیکار کنم؟ همه اینها رو به اون زن دهید که از اینجا بر آمده رود. دختری خاله خوب جمع کردی. برای این زن این مبلغ پلیسی میچکه می شود، ولی اگر من هم علاوه کنم حل می شود. تو اول فهم این طلاها چه ارزش دارند. گیر دخترم. مادر گیر. گپم رو گوش کنید. این طلاها در حجره من نیستند. مادر جان، نسری خودش تکلیف کرد، من باشد زن کردم. این طور نمی شود. آیسته ناستردور. همین طور ناستردور که میافتد. وزنینی برداشتن ممکن نیست. میدونید که من حامله دارم. دیدید اپا نسرین رو به حجره در آورده با اون مثل با ملکه صحبت دارد. دختری خاله بالای سر. زنهای جناب این طور خدمت میکنند. خب کن، کارت رو کن. نسرین دخترم، تو به پایان فرا. میرم نسرین. دیگر نمیخواهم در این خانه ناتینجی و جنجال شود. مادر جان، این من خانه رو ناتیج کردم. نسرین درست میگوید مادر جان، خانه رو اون ناتیج نکرده است. رمان کندل، تو به من بگوی چرا حرکتی گرفتنی پول و طلای نسرین رو کردی؟ مادر جان، شما چرا دخالت میکنید؟ با کنداشم بیدید گفته اتجاه کرد. وضعیت مادی من هم معلوم است. یعنی برای این مال ملکم را فروشم. لازم باشد فروش. تو مگر دیگر راه نداری پسرم ها؟ با پول زن و طلاهای او مگر کاردار میشود؟ مگر آدم این کار رو میکند؟ تو از پدرت همین کار را یاد گرفتی. سوش را دیده بر آمدم جناب و گزارش آماده هستم.
مادر تو در اینجا چی کار میکنی؟ من حمام رو میجویم. در پایان است. مگر در بالا حمام میشده است؟ شب بخیر. اگر یگان چیز لازم شود مرا فریاد بکن. شب بخیر. تشکر. مادر جان اکای فیرت به شما زنگ زده است 5 مرتبه. نغز نشد. الو فیرت. سلام ابرو. شما رو که نیافتم پریشان شدم. از من نرنجید. یک برابر اومدیم. با شما خبر هم ندادم. یگان واقعه روی داد؟ نه ما در خانه مراد هست. در خانه مراد؟ میفهمم. من فکر کردم که به استانبول برگشتید. شما با کجا؟ کاری تو چی؟ از پسی کارا شو. اکای فیرت با ینگم 5 بار زنگ زده بود است. ینگم هم با او زنگ زد. بسیار خوب صحبت کردم. کاش که برای من هم همین طرف پریشان می شدم. زبانت را داشته نمی توانی ها؟ چی گفتم مادر جان؟ دروغ نگفتم. اوزلیم 100 بار فکر کنو 1 بار بگو. فهمیدی مرا اوزلیم؟ حقیقت به شما معقول نیست. حیوان چرا از پس من هستی؟ تعقیب دارم جناب. چرا؟ شما رو حمایه میکنم جناب. آدمانی کلان همه وقت از پسشون آدم دارند. لعنت من است تو این را خواستم. اقلا یک کاری فرمودم را اجرا کن. کردم جناب. بس سواش رفتیم. هیچ کس نیست. یک خانه در لب آب است. وای خانه مادر کلان رجب بوده است. آنجاها رو از همه بهتر رجب میداند. شاید باز از او پرسیم. خب کن. باز با من کار یاد بدی. گم شو. گزارشم همین بود. رو. در سواش یکان کس زندگی میکند؟ شاهد یگان جناب کیندل است. او باشد خودکشی میکند. چرا مثل قرض دهنده در رو میکوبی؟ بسیار غمگین شدم. نخواهی نمیدرایم. این خیلی نگو درا. بیا. خوش آمدی. برای تنهایی کندل شنوردی. برای تنهایی.
صد برگ سیاه صد برگ سیاه مثل نامد بختت سیاه 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 با من اینطور نگاه نکنید پدر اینطور نگاه نکنید قسم میخورم که نمیخواستم خودم رو گم کردم او با من فشار آورد التماس مراد نکن گفتم ولی او گوش نکرد شما میشنید چی کار میکردید پدر باران را گرفتم میبرم گفت وعدهش را از یاد برآورد به شما وعده داده بود به ما وعده داده بود شما رفتید ولی من تا حال با یک ترس زندگی میکنم خبر داره ولی پسری دوست داشته شما دیده پسری دوست داشته اتون را فابریکه تشکیل داده ای من زمین هایی از بابایمان مانده از روی او مصادره شدند حیاتمان را سوزاند یک بار فکر بکن خانه ای رو که مادرم با اونجا کلین شده در آمده بودند پدرم با نام وی زن گذرانده است اینقدر فکر نکن دوستم اکی رجب پدرم خودش رو کشت چرا؟ چون که با اون زن و بچه هایش حیاتی خوبی رو مهیا کردن نتوانست نفرت دارم به او تو این درجه هم نه دوستم وقتی که پدرت آمده بودند چشمانشو می درخشید گوش کن اگر تو را و مادرت رو دوست نمی داشتند شما رو از وی زن پنهان نمی کردند در وقت سلامت بودن پدرت مگر یک بار هم به اینجا آمدند چرا؟ چون که پدرت شما را ناراحت غمگین کردن نمی خواستند دوستم پدر تو آدم خوب بودند بسیار ناعلاجم پدر بسیار ناعلاج ولی به شما یک چیز گویم تماما پشیمان نیستم قسم میخورم پشیمان نیستم پدر جان من با این درد چطور زندگی میکنم اکی رجب عمرم با یاد کردنی پدرم گذشت اقلا زنده میشدند و در یک سال یک بار میدیدم ایستا نجام خواهشی خوشرو شدن در تو از کجا پیدا شد نفهمیدم
چی شده است؟ من هم مثل شما زیبا بودن میخواهم. تو به این هم زیبا هستی، هم زیبا هم با عقل. چیزی که من نتوانستم میکنی. انشالله در مکتبی بهترین میخونی، صاحب کسب خوب میشوی، هیچ کس تو رو غم نمیدهد. اکنون درست کش. کی زنگ میزند؟ گلشن زنگ میزند. تو 15 دقیقه تماما نجومن حاضر میآیم. بخیر است جناب. آدم اقلا سلام میگوید. چی شد جناب؟ یکم گپ شد؟ هیچ چیز نشده. یک قهوه رو می نوشیدم. من در پویانم. مایلش حاضر میآیم. به اینجا چی طور اومده جناب؟ خواهرم در خونه، شاید یکون کس بیند. یکون چیز گفتم. یک قهوه نوشیده میروم. در فابریکم قهوه را تیار میکنم. مایلش. شب بخیر. تو در اینجا چرا تنها هستی؟ خوابم پرید اکا. باران برگشت؟ نه اکا، در خانه رجب می ایستاده است. خب کمی دردی دل کند کودک. بله. احوالتون خوب است؟ خوب، باز چخیر می شد. نسرین به من آب معدنی ده، به خود بیایم. مایلش. هیچ گپ نه، من میخون دارم. مایلش. آنها رو از اینجا روان کرده می توانید؟ خواهر، تا امروز من کدام وعده‌ام را اجرا نکردم. من ندانم، عصبم ویران است. سیر فاش می شود، گفتم می ترسم. برای همین تو رو فقط آگاه می کنم. برای شبه نکردن آنها چقدر دور باشی همین قدر خوب است نسرین. اوزلیم و پای آمینه تا امروز یکون بار شبه نکردند، ولی این زن دیگر است. این سوال می دهد، شبه می کند. من به تو چندین سال پیش چی وعده داده باشم اجرا می کنم نسرین. تا بودن من این سر را هیچ کس نمی فهمد. با من باور می کنی؟ البته باور می کنم، از خودم زیادتر. تا امروز اگر صبر کرده توانسته باشم هم محض با دستگیری شما و پسرم. پسرمون
او پسری من هم است. او هم شما رو خیلی دوست می دارد. انشالله هیچ چیز دیگر نمی شود. تا امروز چطوری که زیستیم همون طور دوام میدیم. تا امروز هیچ کس نفهمید با این اخوشون هم نمیگیرد. فهمیدی نسرین؟ انشالله تو فهمد همه چپ راسته می شود. ما هم به طرف نمیمانیم. فهمیدی؟ خدا شما رو جزا دهد. صبح بخیر اکا. صبح بخیر دختری خاله. نغز خواب رفتی؟ تشکر اکا. ازلیم چای ریز. سرم درد دارد. حالا سرتون بسیار درد میکند. واه شیر بچه من رو بینید. بیا. صبح بخیر امک. خوش آمدی پسرم. اوه شو پسری خونه هم آمد. آنها در کجایند؟ مادر کلانت مهربان شدند. در حجره های بالا جای گیر کردند. بارون با کجا پسرم؟ بیا صبحانه بکن. با که رجب کردم. باران 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 ایستا میگویم. پسرم چرا مرا از پست میدوانی؟ من مثل تو جوان هستم. چی میگوید امک؟ چطور هستی؟ چطور میشنم وقتی آنها در اینجا باشن؟ امک چرا کی بودنی مادرم رو از آنها پنهان میکنیم؟ باران بچم. امک شاید فهمد او هم در اینجا ایستادن نخواهد خیسته رود. پسرم تو حالا به تجربه هستی. زنها را نمیدانی. زنها رشکین میشوند. رقابت را دوست میدارند. ابرو اگر مادرت را فهمد برعکس به هیچ جا نمیرود. همین طوره؟ بله. باز یگان خطا کرده از دهانت نبراید. به فکری تو ما چرا پنهان داریم؟ برای همین با عقل باش پسرم. من بیهوده گپ میزنم. رب لباسات رو عوض کن. بعد به پایان فرا. بعد به فابریکه میرویم. من به مکتب میروم امک. مایلش رو. صبح خیر. عاده با دستت چی شد؟ هیچ چیز نه. افتیدم. این رو کی کرد؟ عاده با من راستش رو بگو. در انتپا با تو یگان چیز روی داد؟ یاری دیهید. با میلی سازم بزن. که نوکر چی؟ در انتپا کی افتند؟ مادر جان یک دقیقه. زیر نشو دختری خاله. با تو نمیزیبد. انا این طور به نزدیکی تو رو خرسند میکنم. باور کن. آفرین. خدا شما رو جدا نکنید. تو چه میگویی زنک؟ چی گفتم جناب؟ آدم البته رشک میکند. به شما زن نیه بلکه دختر خاله شدن در کار بوده است. سفسته نگو زنک. با من نگر. دیگر با دخترم نمیرسی. تو با کی میگویی؟ البته با تو میگویم. تو عقلت رو خورده ای؟ سحری بر وقت تا همه جای عده کب کبود شده است. با دخترم چیکار کردی؟
کندال او چی میگوید؟ نمیدونم مادر، شاید خواب دیده باشد. گوش کن، دخترت گریزد عیبی من، پایش لغزد عیبی من. مادر جان، من از اتوبوس فرامدن نخواستم. آنا دیدی؟ چرا با من نگفتی؟ نه گفتنی بودم، گوش نکرده بر آمدید. حیاتی برادرم را سوزاندی، مرا هم دیوانه کن. میبخشید. بلا زنه تو را سحری بر وقت. مادر جان بیاید از اینجا روی. دخترم تو با بالا برو. کلین خانم تو باشد با من بیا. اکام باز با این زن طاقت میکند. از دو زنش دیده اکای کندالش را زیادتر حمایه میکند. بخیر باشد. تو چه ها میگویی؟ توبه توبه. این گپی تو چی معنی دارد میدونی؟ از دستش دارد همه جای آدم کپ کبوت میشده است. کندال امکی او است. نه من این طور گفتن نمیخواستم. در فکرم هم نبود. این طور باشد فکر کرده گپ زدن لازم. کلین تو در استانبول زندگی کرده ای، از همه بهتر باید این رو فهمید. عذری زیاد. مرا نادرست فهمیده باشید، از من نرنجید، ولی دست ادا رو دیده عصبی شدم. من تو رو شرم داراندن نمیخواستم. همش الکی گذشت. در اینجا با یک حضور زندگی کنیم. من هم همین رو میخواهم. شما رو نمیدونم ولی به ینگای ابرو دلم میسوزد. چرا خب کردید؟ از نسرین بترسید. چگونه زن بود است؟ شما چرا این طور میگویید؟ و ینگت باشد من هم ینگت هستم. اقلا مرا هم مثل او حرمت بکن. باید سزاوار باشید. همین طور نسرین خانم چی کار کرده سزاوار شد؟ با این زن نیگر، زنی رسمی اکای تو هست. یکم کلین شما. او رو به خدمتگار تبدیل دادید. علاوه بر این به انبارخانه جا کردید. عیب است اوزلی ینگه. در اصل کاری شما عیب است خواهر جان. ابرو ینگه رو چی؟ او زنی رسمی اکد که شما اینقدر از دست دادیم گفته گریه کردید. همه میدوند که اکای مراد فقط او رو دوست میداشت. به معامله خود نگرید. بگو بچه ها فرامده صبحانه خورن. ما شما را ناراحت کردن نمیخواهیم. بعد از واقعه های دین شب روی داده نمیفرایند. نباشد سمبوسه خورند. گوش نگشتن نمی شود. اگر مرا گوش کنی لجامی بچه ها باید در دست مادر باشد. بعد سخت پشیمان می شوی. میبخشید در این موضوع با شما هم فکر نیستم. من با فرزندانم مثل دوست هستم. آنها با دوست نی بلکه به مادری مثل کوه احتیاج دارند. علاوه بر این که پدر ندارند. بلا زنت رو سلجوق. چرا اکنون سلجوق رو دوای بد میکنی؟ با میده تو چی شده است؟ انی قذروی گرسنگی استها زیر من رفته از آشخانه گوچی. هیچ چیز نه. با من فشار نآورید. شما فقط در بری آدمی با قوت نیستید. بس است ینگه. اوزلیم خب کن. کاری تو فقط شور انداختن است. شما مرا دانه نکرده وجدان رو به خاطر آورده بعد گپ زدید. مرحمت ینگه. نه تشکر. درباره چی گپ زدید مادر؟ درباره کرکر گپ زدیم. با تو چی؟ صبح خیر. امروز دیگر شده ای.
ба якум дарс омаданӣ шудӣ? То ғамгин ҳастӣ? ҳеҷ гап не. ту ба дарс медароӣ? албатта медароям. биё ба дарс надароем. ту девона шудаӣ? набошад ту даро, ман намедароям. борон, аз дарс қафо монӣ, аз сифат мемонӣ. ба ман фарқ надорад. бо амакам кор кардан мегирам. албатта ту ба умеди молу мулки амакат бошӣ. аз дасти худат ҳеҷ чиз намеояд. мо дар калонатон самбуса равон карданд. با نرخی با تو مصلحت کرده از ابرو خانم زمین خریده میتوانی. حتی با تو یک چیز گویم، حاضر وضعیتش بسیار وسیم، به 500 هم شاید راضی شود. جناب کندال، مگر این بازی است؟ اول من با تو میفروشم میگویی، بعد وای زن پیدا شد، بعد زنگ زده میگویی که با پستم پول زمین را میگیرم. اکنون برازده تکلیف کرده از وای بخر میگویی، اینطور نمیشود. هم دیگر نفهمی شد، ولی مسئله را حل کردیم. اگر خواهی رفته حاضر حل میکنیم. امکانیت ندارم. من سرمایه گذاری کردم. با کجا؟ با فابریکه سالچه شریک شدم. مایلش. من بهترش روم. مایلش. براری کار. خوب خوش مانید. جناب بخیر است. محمود چی میگوید؟ زمین را نمیخرد. جناب اگر کشگوید میکشم. سفسطه نگو حیوان. از من نرنجید، باز خطا کردم. اکنون چی کار میکنید جناب؟ با آدمانی که خانه رو به میمون خانه تبدیل دادن میخوان میفروشم. دیگر راه ندارم. نرخی مرا ندادن، ولی چیکار کنم؟ مجبور تکلیف آنها رو قبول کنم. خیلی جناب، پولی کی دویی کی؟ گم شو. رو به من یک چای سفارش ده. مادرم از روی تو شده گپ شنیدند. آرام میکنم گفته نتوانستم. ادا چی گپ شد؟ با من نگاه. رویت سفید شد. چیز نه، حاضر میگذارد. ادا امینه اکمجه همینجا. محمد اکیف ترگوت هستم. باران شنوردی. باران شنوردی. در همین جای معلمم. امره بشکره. من. توخچه ایگون. من. من با این درد چطور زندگی میکنم اکی رجب؟ سلام رجب. سلام سردار. بخیر است؟ از سحر فکرت پریشان؟ نه، این شب خوب نکردم. باران در خانه من بود. ها میفهمم. دلم به اون جوان میسوزد. ظاهر نمی کند ولی مرگ پدرش را شکست. بله بله. برای فراموش کردن وقت لازم. خدا از این گونه بالا همه را نگاه. درباره پدرش اگه خبر هست؟ نیست. حالا انجام نداده ایم. یا جسد را میابیم یا شاهدی پیدا میشه. اگر شاهد میشد که ها انیق میشد مگر نه؟ این را انی گفته نمیشه رجب. بعضا بعد چندین مدت پیدا میشه. و یعنی از او بر نمیپرسن که چرا اینقدر وقت گم شدی؟ البته میپرسن. شاهد بوده پنهان کردن جنایت است. همین طور. مادرش من دیر کرده ایستادم. برای کار. سلامت باشید. سلامت باشید. به شما هم. بیا یک تا بخور، بسیار بامزه است. ادا این غیری عادی است. با مادرم میگویم. نه نگو. چی نه؟ نمیبینی این غیری عادی است. شکمی گرسنه دلت به حضور میشود. تو نگفتم.
ادا جون شاید از یگانجا میکروب گذاشته است با دکتر میرویم شفا میابی. خوبم میگویم نمیفهمی. روی در چه احوال است میدونی؟ صفحه شده ای. من بیمار نیستم، به هیچ کس چیز نگو. ادا از من چی رو پنهان داری؟ من کنی بگوی. قسم بخور که به هیچ کس هیچ چیز نمیگویی. ادا قسم خور. مرا میترسانی یا اینکه یگان کاری بد کردی؟ مایلش به هیچ کس نمیگویم، قول میدیم نقل کن. من حامله‌ام. چی؟ اکای فرات خوش اومدید. بخیر است سحری بر وقت. نسرین در حجره خودش؟ بله اکای فرات. با شما صحبت میکردیم در باره نسرین. موضوع چیست؟ میدونید ینگای ابرو به خانه کوچیدند. نسرین زیق شده است، احوالش بد است اکای فرات. اگر همین طور دوام کند شاید عقلش را از دست دهد. او را فقط شما نجات داده میتوانید. خواهرتون را از اینجا برید. اکای فرات، من از روی وجدانم میگویم جنابی کندال نسرین و باران را تگی دست کرده چه تبریکی خواهد استفاده میبرد. اگر خواهر و جیانتان رو فکر کنید با آنها صاحبی میکنید، وگرنه آنها در این خانه سخت عذاب میکشند. با ینگای ابرو یاری دادنتان رو میفهمم، ولی اکنون آنها رو فکر کردن لازم نیست. نسرین رو فکر کنید، او رو صاحبی کنید. تو غمگین مشو. صبح بخیر خواهرم. و درون دعوت نمی کنی؟ با قهر گپ میزنی خواهر جان. مگر از اکاد قهر کردن به تو میزیبد؟ تو جانی من هستی، هم خونی منی. این طور باشد به جانتون به خونتون صاحبی کنید. نسرین سخنهایی نگو که بعد پشیمان شوی. اکنون چی کار میکنی؟ میگیرم، مگر دیگر راه دارم. اما چی طور؟ نمیدونم. با استانبول هم برای همین رفتن میخواستم، ولی به فکرم حالا در اینجا نیستی. در همینجا یگان راه میابم. ادا این مسئله را خودت تنها حل کرده نمیتوانی. باید به مادرم بگوییم. نه، تو وعده دادی به هیچ کس هیچ چیز نمیگویی. مایلش پریشان نشو، به هیچ کس نمیگویم. حالا شما چطور هستید؟ خوبم، تشکر. چیکار کردی؟ با نسرین آشتی شدی؟ انشالله خوب می شود. خاله، ابرو که در اینجا می ایستد مگر درباره کنداشش نباید داند؟ درباره این گپ نزن فرات.
حالا نسرین اینطور باز بیشتر رو افتاده می شود. بعد اینجا جای خورد است. اگر یگان روز در بیرون از یگان کس فهمد چی میگویید؟ مگر نمیگوید که مرا فریب کردید؟ فرات بچه جانم التماس دخالت نکن. با ابرو هم هیچ چیز نگو. میبینی کندل یگان راهش رو مییابد. آنها از اینجا میروند. میخواهم که دانید من فکر میکنم که این درست نیست. میلش من رفتم. در روستاخانه کار دارم. میلش خدا به تو کشایش کار دهد. فرات سلام. سلام ابرو. از من نرنجیدی نه به شما ناحرمتی کردم. از خانه باشی تا برآمدم. استغفرالله. شما خوب باشید بس. ولی میدونید برای سلامتی روزگار در اینجا ایستادن ما خوب است. بهتر است من روم. مادر جان چی شد؟ اکای فرات غمگین بودن. شاید نسرین نبخشیده باشد. ملکه آبی افلیسون را فشرده به بالا بر. رنگ روی روزگار پریده بود. با او کمی ویتامین لازم. آبی انگور بهتر نیست مادر جان؟ ایستا من خودم. من به تو درو گفتم. میبخشی. اکات رو در وقتی رفتنش دیدم. غمگین بود. به تو چی؟ بیرون برا تنها بودن میخواهم. اگر همین طور رفتار کردن گیری تنها میمونی نسرین. تو کی هستی که با من چون این گپ میزنی؟ برو از اینجا. میبرویم. ولی برای بهبودی خودت مرا گوش کن. گپ های مرا نادرست فهمیدی. فکر کردی که مقابل تو هستم. ولی من تو رو آگاه کردن خواستم. چی گفتم؟ از اکات رنجی فقط وی زن برد میکند. مدینه با مادرم به اونجا رفتیم. در لب دریا همراه قهوه می نوشیدن. شما به کجا رفتید؟ به کجا می شد؟ به خانه ای که در زمین ابرو هست. مادرم پسرچه را دوست داشته است. خرگوش را یافتن بهانه شد. گوش کن نسرین. تو مرا دوست نمیداری. ولی در این خانه فقط من غم تو رو میخورم. خاله و خواهرشوی تو که به آنها باوری داری به ابرو پنهانی نزدیک شده ایستادند. این هیچ ممکن نیست. ساده نباش. در دست کودک خرگوش رو دیدی. خرگوش خودش نمیرود کو. رو با اکات آشتی شو. وگرنه مراد رو به وی زن دادی. اکات رو هم میدهی. اگر یک روز به زنی گیرد حیران نشو. سلجوق چی میگوید؟ یعنی اقلا برای گرفتن یاری میدهد؟ نمیدونم. اقلا با تو ویلدار میشده باشد. گم کن را. آدمی نمیشدگی بوده است. من خودم حل میکنم. چی شد؟ چرا خودت حل میکرده ای؟ وای قهرم رو پس میکنم. یعنی کوشش میکنم. دختری زیبای من، میدونم من هم دغلی کردم، ولی باور کن برای بهبودی تو. مادر جان دستتان چی طور است؟ بیاید یک سنجیده بینم. در اصل تماما درد نمی کند. اقلا همین گذشت. به هر درد دوایی هست. لاگند رو با کجا میبرید؟ وای تو با کجا میروی؟ به نزد یکم بخشش میپرسم.
آفرین دخترم، خوب میکنی، ولی پیش از رفتن از کندال بیپرس. باز بی خبر رفتی گفته به غضب نآید. چرا به غضب میآید؟ آخر برادرم میشود. این طور باشد میلش. نغز معامله بکن، آشتی شوید. او به من ستیزه کرد. اگر هیچ چیز نگویید استهزا هم میکند، بلند هم گپ میزند. الو. раҷаб, ман баромада наметавонам. янгаи абру ба хонаи мо куч бастааст. хона ором нест. майлаш маликаҷон, ман имрӯз дар ҳалфет намешавам. ба куҷо меравӣ? акад барои савдои хона ба ман ваколатнома доданд. ба рӯҳа рафта ҳал карданам лозим. ба вай нарх намефурӯшам гуфта буданд. вале ман бисёр дар ба он ҳайронам. акам ин қадар пулро ба ту бовар кард. ба худо ҳеҷ гоҳ чунин накарда буданд. ман ҳам ҳайрон шудам. албатта бисёр фахр карданд. малика, ман туро бисёр дӯст медорам. ман ҳам туро дӯст медорам. акнун бояд равам. باز خشتون نباشد. نمیشناسم. قدریه خانم خوش آمدید. من از روزگار پریشان بودم. رنگ و رویش پریده است. اینها را خورد خون شود، جان گیرد بچم. تشکری زیاد، زحمت کشیدید. мурод ва борун аз якдигар ранҷида буданд. нафаҳмидам. мо дар истанбул ба як намоишгоҳ рафтем. дар он ҷо ин расм ҳам буд. ҳатто ӯро ба рӯзгар монанд кардам. аз мурод ин хешу шумо аст гуфта пурсидам, вале намешиносам гуфтанд. чунки ин қадар во намехӯрданд. рӯзгар, ما با تو به حولی برایم. خرگوش هم کمی دود، بازی کند، هوا گیرد. رفتیم. روزگار جان، مادر کلونت رو غمگین نکن. مایلش غمگین نمی کند. بیا بچم. انسان اگر کم بخورد هم جانش رو به خاطر نمی آورد. اهمیت ندهید. پدرم که بودند او رو می دانستند. برای همین طور گفتند. کمی من استفاده برم وگرنه دوستانم فکر میکنند که من مردم. خطاهایم رو میبینم. این چه اول؟ یگان درداری سیبیل خانم. شما مرا کی فکر کردید که نیمی شب به خانه آمدید؟ از وضعیت استفاده برده جانتون رو آوردید، ولی تکرار نمیشود گفته بودید. تو مرا نادرست فهمیدی. من فقط مثل دوست آمده دردی دل کرده یا قهوه نوشیدنی بودم. چی طور دوست جنابی کندال؟ شما مرا کودک گمان میکنید؟ با تو چی گفتم ها؟ نوشی جان کنید.
کار میکنی؟ تو حالا درباره اسقاط امن میخونی؟ ادا گوش کن، بیا با مادرم گوییم. نه، تو وعده دادی. دخترها، در این حجره شیطان به دلتان نزد؟ بیاید با بیرون برویم. ما برآمدن نمیخواهیم مادر جان. بله مادر جان، همینجا بهتر است. این طور باشد شنید. من با بازار رفته خرید میکنم. بگو چه خوراک خوردن میخواهید؟ گوشتی یا سبزواتی؟ خوراک؟ ولی شما مادر جان، ولی شما پخته نمیتوانید. دخترها، تا این درجه هم نه. توکل نکنید، اگر ممکن باشه در بیرون خوریم. دخترم، پول نداریم. چند روز میخوریم. من رفتم. دیر کنم پریشان نشوید. باز کوشش میکنم که کار یابم. شما با امیدی چی هستید؟ فکر دارید که ما در استانبول هستیم؟ نه، اگر در زمین یا اینکه در فابریکا کار میکنم گوید شاید یابید. ادا نیتی بد کردنت رو بس کن. من فقط حقیقت رو گفتم. آرزوی خالی نکنید مادر جان. شما در حیاتتان یک روز هم کار نکردید و نمیتوانید. اقلا حرکت میکنم ادا. شما دخترتون رو نگاه کنید. مادرم نسبت به تو پرصبر هستم. یک دنیا لباس رو درزمال کردم. مانده شدم. چی شد؟ اینقدر خرسند هستی؟ به خودت قهوه تیار میکنی؟ نه، به خودم نه، به ینگه ابرو میکنم. از کی باز ابرو کلین رو دوست میداری؟ نظر به نسرین را دوست داری کردن شما این هیچ است. نسرین در کجاست؟ گوش کن، مناسبتتون خوب نیست. باز او نبیند. به نزد اکاش رفت. کی گفته است که او بد است؟ آشتی شدیم، دوگانه شدیم، خبر نداری؟ از کی باز؟ اپای امینا، چرا حیران شدید؟ دیدن همه طرفدار آدمانی با قوت هستند. من هم عبرت گرفتم. گپ های بیهوده نزن. زبانی تو باز دراز شده است. به سرت بلا میخری. اپای امینا، چشمانتان را کشوید. نسرین جناب را در گردی پنجهش میگرداند. جناب باشد گپی او و پسرش را گوش میکند. هر چیزی که روی میدهد با شما هم روی میدهد. انا همین طور. روزگار، خرگوش، پاموک. پاموک. روزگار، تو نام این اکات رو میدونی؟ آسیم. کنی بگو؟ آسیم. چه فکرتون رو دیگر کردید؟ در چی موضوع؟ تو بودی. فکر کردم دخترها. گذر. به شما قهوه تیار کردم. تشکری زیاد. من باشم برای خرید به بیرون رفتنی بودم. ینگه، قهوه بهانه است. من با شما گپ دارم. چی بوده است؟ ولی وعده دهید که از من شنیدنتون رو نمیگویید. یگان واقعه روی داد. این چیست؟ در روز تولدم مو رو تحفه کرد. معقول شد؟ بله بله، بسیار زیبا بود است. ما رو در روز عید زنان تحفه کرده بودند. فکری خودشان بود. دوستشان ساخته داد. با تو چی شد؟ نه، کمی ناراحتم. حامله‌ام، بعضا می شود. گذر دراز کش.
не ба ҳуҷраи худам меравам. ба ман чизе гуфтанӣ будӣ? муҳим нест. шумо бодиққат бошед. инҷо бехатар нест. خواهر جانم حالت خوب است؟ من برای بخشش پرسیدن اومدم اکا. از من نرنجید، به شما ناحرمتی کردم. نسرین جان خواهر مهربانم، تو دل و جان منی. یک قناتم شکسته بود. اکا جان، من شما رو یاد کردم. من به شما احتیاج دارم. من هم تو رو یاد کردم. اکنون نترس، درباری تو هستم. تو جانی منی، خونی منی، جگری منی. беморхона ба фикрам хуб аст. рақами телефонашро ба ягон ҷо навис, баъд занг мезанем. занг занӣ ҳам чӣ мешавад? бо кадом пул ӯро мегирӣ? ман як нақша дорам. чӣ фикр? як фикр дорам, парво накун. ба куҷо? ба ҳоҷатхона. розӣ нашудӣ ки ба қаҳвахона равем? дар он ҷо дар болои санг не, балки дар болои курсӣ менишастем. ман ягон шикоят надорам. баъд мисли ту амаки фабрикадор ҳам надорам. ин чӣ алоқа дорад? аз ҳисоби ман мешуд. чӣ шуд ба ту? ба фикрам мо бояд ҳамроҳ хӯрок нахӯрем. ту рафта бо ҳаёти худат зиндагӣ бикун. оиша, ман чӣ гуфтам? ба куҷо духтарам? ба ҳоҷатхона. مادرجان خوب هستید؟ فشار خونم بلند شد. اکنون همین طور دوام می‌دهد. من باز یک دارو خورم. ملکه، تو به روزگار نگاه کن. ما جوابگر هستیم. مایلش مادرجان.
روزگار پسرم به بیرون نبرو. ملیکا آخر با او نگاه کن گفتم. مادر جان نگاه دارم. ببینم که چی طور نگاه میکنی. توبه بارون چی میخوایی؟ میفهمم که ما یکدیگر رو نمیفهمیم، ولی تیار هستم که همش رو از خاطر برارم. میدونی من از بالای تو شکایت هم نکردم. چی میخواید گفتم؟ تو هم پدرت رو گم کرده ای، فرزندانی من هم آنها رو میفهمی. دخترهای من از تو خرد هستند، اما بچه هستی، با آنها اکاگاری کرده میتوانی. خطا میکنید ابرو خانم. تو در بالا چی کار میکردی؟ هیچ کار. با کانال ابونه شوید و نوارهای نو را انتظار شوید. باور میکنی عدا در اینجا هم آروم گشته نمیتواند. مایا باشد کوشش دارد که مرا دستگیری کند. کاش که از دستم یگون چیز می آمد. تو به همین هم چیزی که از دستت اومد کردی. حجت های بچه ها رو با فکس به مکتبی حوصله روان میکنم. باز یگون چیز گوزی؟ نه ها یک دقیقه با من سمکه های مانده ام رو روان میکردی. اقلا لباسمون رو عوض میکردیم، فقط با یک لباس در اینجا نگردیم. مایل شب خانم التماس دیگر غمگین نشوید. آنها خویشاوندان شما هستند، در آخر شما رو قبول میکنم. مایلش سویم تشکری زیاد. تو باز دید خی مانده های کار. تشکر ابرو خانم، بیایید کمی دم گیرید. نه من شما رو ناراحت نکنم، باز کار دارم. چرا ناراحت میکردید؟ بیایید دروید. مرحمت. اینها رو از کجا یافتی؟ تو دخالت نکن. تیز با من ده. نرس دخالت نکن گفتم. اینها رو فروخته کارم رو حل میکنم. چطور دخالت نکنم؟ تو میدانی چی کار کرده ایستاده ای؟ تو پریشان نشو. از آنجایی که گرفتم حالا بسیار است، فرق هم نمیکنند. تنها دزدی نکرده بودی، این رو هم کردی. آفرین. شرف میدهد تقدیم میکند. بگو همه یک ساعت دیرتر میبرویند. گپ نزده کار کنید. گپ نزنم گفته برای این اسباب چند صد هزار دلار دادم. جناب کندل رجب اومد، در اتاق شما انتظار است. مایلش حاضر میروم. بله کار را کشان ندیم. مایلش جناب شما پروا نکنید. جناب را شنیده ده؟ نتونه دستتان کار کند. رجب چیکار کردی؟ فروختم جناب. نیمش رو با چک، نیمش رو نقد آوردم. آفرین به تو، آفرین شیر بچه. رفته کار را حل کرده آمده. پدرت هم آدمی باوریناک بود. کاش که مثل مراد دادر نیو، بلکه مثل تو دادر می داشتم. به خدا جناب، باوری شما برای من بسیار مهم است. همه وقت هم این طور باش.
این را بگیر. نه جناب لازم نیست. گیر دمگیری میروی. گیر گفتم گیر. من این گونه آدم نیستم جناب. اجازت باشد من روم. رو از پس کارت شو. با دقت باش. قدری از شما را در نیمی راه نمیماند. با کیها یاردم نکرده است. چیزی که نباشد باید کار کنم. با هیچ کس باز شدن نمیخواهم. بسیار خوب، ولی اینجا خیر خورد است. زن هستی، چی کار میکنی؟ چرا در اینجا زنها کار نمیکنند؟ کار میکنند ولی تو مثل ما نیستی. دور از پیسته جمع کنی، روی در اونجا میمونی. تو عادت نکرده ای. من هم نمیدونم چی کار کنم. زمین داری، در زمینت یگون چیز میکاری. ولی من هیچ چیز نمیفهمم. چی میکارم؟ از همه بهتر پیسته شنو. ولی پیسته را 10-12 سال پس جمع کرده میتوان. بسیار کاری زحمت آور است. مثل کودک احتیاط میکنی. باید تستر کار رو سر کنم. از همه تستر چی میروید؟ پامیدور، قلنفور، کابوتی. اما برای گندم دیر شده است. اگر خواهید به شما کمک میکنم. یک سنجیده میبینی. مرحمت اپا. ببخشید من شما را تشویش دادم. چرا این طور میگوید ابرو خانم میرنجم و خیر؟ کنی خوری چگونه شده است؟ خور دخترم بسیار خراب هستی. خور که گوشت گیری. اگر گوشت نگیری هیچ کار کرده نمیتوان. اگر با باوری امکم تا این درجه در آمده باشید دیگر به هیچ چیز محتاج نمیشوید اکای رجب. حتی قهوه خانه رو به نام شما شاید گذارم. مسخره نکن. با من بده. بران. وای ملکه خانه دوست داشته دارید و از ما پنهان میکنید ها اکای رجب. آفرین. نه دادر خطا میکنی. چرا میبافی؟ تو در اینجا چی کار داری؟ اپا هم در اینجا کار میکند. اپا در همینجا کار میکند؟ بله. انا وای میبینم بیرون از مکتب تابت خوش است. مایلش برای کار. معشوقه داری و به ما خبر نمیدی؟ نه اکای رجب. بس کن جوره جان. نامش چیست؟ چرا به اینجا آمدی؟ من به تو گفته بودم اینجا نبیو. چرا غضبین میشوید؟ برای آزمایش بیولوژی مبلغ لازم بود اومدم. دیگر به اینجا قدم نمان آیشه. فهمو؟ دار این رو. چیزی لازم باشد گیر. آیشه یگون گپ شد؟ نه. از من میکریزی؟ من باید به خانه روم. اپی تو کیست؟ تو بازید. دستتون درد رو نبیند. بسیار بامزه بود. شاد شود. من اکنون با اجازت شما روم. باید خوراک پزم. اما وقت انتظاریم. بچه هایتون رو گرفته بیارید. باز سموسه میپزیم. مایدش با نسرین مناسبتتون چی طور هم دیگر فهمید داره. به فکر من با اون محکوم نیستم. ولی فکر میکنم که با مرور زمان همش خوب میشه. انشالله دخترم انشالله. بله اصول نیست. این چیست؟ صدبرگ سیاه. صدبرگ سیاه؟ رنگ خودش است؟ یعنی رنگ کردگی نیستید؟ از کجا میداند؟ فقط در همین جا میروید. در استانبول در یگان مغازه گل فروشی ندیده بودم. این زود میروید؟ در 6 ماه میروید. مقصد اکات را اکنون فهمیدی؟ اگر خانده صاحبی کس میشدی اینها به سرت نمی آمد. عاشق شدم اکا. عاشق شدی؟
حیاتت را سوزاندی. اکا من بیمورد چخل زندگی کنم؟ یک نگاهی او، خنده او از همه چیز دنیا بالا است. اگر امروز پیدا شده آید خودم رو برایش قربان میکنم. این طور میگویی خواهر جان، ولی این عشق به تو بغیر از عذاب و مشقت چی داد؟ اکا شما تماما دوست نداشته اید؟ عذاب هم باشد بگذار باشد، چون که عذاب از دوست داشته است. نسرین جان، من به شهر رفته بار باید سپاریده بیایم. در بازگشت خرید میکنم. من کمی خانه رو روی بچین میکنم. سیبل خانم چی طور هستی؟ از کارت راضی هستی؟ خدا رو شکر. خب به اینجا عادت کردی؟ بله. بدیلت نمیزنم هر روز از کار به خانه، از خانه به کار؟ نه، با اجازت شما. نیستا؟ با تو صحبت دارم. گوش کن چی میگویم. بیا امروز بعد از کار در ساحل چای نوشیم. با شما پیش هم گفته بودم که روزی نمیشم. چرا؟ حیات خود را همین طور تنها میگذاره؟ همه به رفیق احتیاج داره. التماس جناب دلال، اجازه بدید. تو کمی پیش با سیبل خانم چی گفتی؟ چای سپارش دادم. چای سپارش دادی؟ بله. تو اینجا بیا حیوان. من به تو برای به زنها نگاه کردن داشت میگم. گم شو از نظرم حیوان. رم فراد چی میخوایی تو؟ من با دیداری فراد آمدم. او نیست. مایلش یک مصلحت داشتم. از اکم دور باش، فهمیدی؟ در اطراف او نگرد. با من این طور گپ نزن. چی خیلی که خواهم همون خیلی گپ میزنم. گوش کن، از کدام مرده که یاری پرسیدن خواهی بپرس، ولی از اکای من دور باش، فهمیدی؟ بلند رو از کاری کردهش پشیمان کردیدم. تا حال خشمگین هستی، ولی امروز واقعی خوشم بودند. بله، پول را هم در آخر جمع کردیم. بلیت وی زنی شهری تیار است. در آخر از وی و فرزندانی او نجات میابیم. بله امک جان، انشالله. توبه جنابی کندر، من در حیاتم اینقدر بلیت قیمت را ندیده بودم، حتی نشنیده بودم. تو چی میگویی؟ برای آنها را روان کردن تیاره را اجاره گرفتید. به اینقدر پول دلتون نمیسوزد؟ از همینجا به اتوبوس میشناندیم، ماندگیش به شما میموند. باران میشنم یا؟ تو حیوان مرا مسخره میکنی یا اینکه بی عقل هستی؟ استغفرالله جناب، من چرا شما را مسخره کنم؟ استا به مادرت زنگ زنم خرسند میشود. نفسی چقور کش دختری خاله، پول یافتم. بگاهی چیزهایشان را جمع کرده می روند. شما جدی میگوید که نخود این راست باشد؟ خدا از شما راضی باشد. از تو هم دختری خاله. ما با باران به خانه می رویم، به هیچ کس نگو، حیران می کنیم. نمیگویم اکا، تا بازدید. بین
تکرارا زنگ میزند باورش نمی آید. بخیر است خیری؟ چی شد؟ حاضر می آیم. رضا زودتر با فابریکه می رویم. چی شد اما؟ زودتر! حیوان، من پایهای تو را یکان روز می شکنم. کمی آهسته تر. این اسباب چی؟ اسباب پر کننده. چند اویل نان میخوره جناب، التماس نکنید. در اینجا چند خلطه هست؟ تقریبا 150. جنابی کندل در راه هستند. کمی پاس میآیند. اخرا اون کس رو انتظار میشدیم؟ در یک خلطه چند کیلو هست؟ 65 کیلو. جناب رو انتظار شدم جناب. در راه هستند. ریسک روزی ما رو نگیرید جناب. در اینجا چی گپ است؟ همه عملیات ها رو باز دارید. نرسید دور ایستید. نرسید. جنابی کندل التماس آرام شده. از روی سپارش بانک عملیات کرده ایستاده ایم. من آن بانک و مدیر شما رو توبه برادر به ما وقت دادند. از فکرشان گشتم. چطور از فکرشان گشتم؟ فوراً عملیات رو انجام دیم ولی این چهار را جناب در اینجا وظیفه ما رو انجام میکنید. با من وظیفه نگو. کی از اینجا حقوق بار را گرفتن دارد یک دانه پیسته هم نمیگیره. سردید باران دور ایستا باران به یک طرف. سردید شد سردید جناب. استید با بانک زنگ میزنم. گوش کنید، قرض شما به 635,000 لیره برابر است. اگر پرداخت کنید عملیات رو قطع میکنم وگرنه تمام مال شما رو میسپارم. الو، من کندل شنبردی. فوراً مرا با مدیرتان پیوست کنید. اشتال در کار نیست ولی آدم روان کردن رو میداند. من کاری شما را جناب اگر همینطور مانع شوید پلیس شما را مجبوراً از اینجا دور میکند. مراد ما رو سوزاندی. آمینه این کودک تماما گپ نمیزند. چی کار کنیم؟ یک با دکتر بریم. نمیدونم مادر جان، با مادرش گپ میزدید. روزگار بچه نوری آفتابی من، نورهای آفتابی من. تو چرا تبسم کردی؟ نوری آفتابم گفتم برای همین. نوری آفتاب. پسر زیبای من با اکای آسیمش بازی دارد. بین من برای ما خرید کرده اومدم. من خوراک میپزم، تو در همینجا باش میلش. بسیار مصرف نمی کردی. انیق نیست شاید امروز به استانبول برگشته روی. من با تو چی دشمنی کردم؟ کنی بگو. با تو سوال دادم جواب نمیدهی. دشمنی شوهرم بودی، با تو یگان چیز کرده بود. انا کندل هم اومد. چی شد اکا؟ کار حل شد؟ وای کار نشد. اکا شما چی کار کردید؟ با تلفن به من چی گفتید؟ چیکار میکردم؟ از روی قرضای مراد کارگران بانک آمدن، مجبور به بانک پرداخت کردم. هستن دیگران میشنوند. شنوند شنیدن گیرند. دیگر صبر ندارم. فابریک قریب از دست میرفت. پس این کارو کی به انجام میرسونید؟ مورم هم زمین را نمیفروشم میگفتم. روی خاطر این زمین را هم فروختم. چیکار کنم؟
کارهایم را یک طرفه کرده. اول پول او را داده دفع میکنم. янга اهمیت ندهید، آنها دیگر نمیشوند. ها بسیار خوب. اکنون چی کار میکنیم؟ در همینجا موندیم. مرا گوش کنید. تا آن روزی که آنها در اینجا میستند هیچ کس با آنها یاری نمیدهد. خوراک را خودشان میخرند و خودشان میپزند. جامشویشان را دستی میشویند. فهمیدید؟ گپای او را شنیدی؟ نشنیده هم میشود. بالانداز زده ایستاده است. روزگار شاید ترسیده باشد. رفته او را بیارم. بیایید من کنم. نه تشکر زیاد، من خودم میکنم. نمیخوام یگان کس از روی ما گپ شنود. اوه، این طور رفتار کنید اگر زنده نمیمونید. پس آمدید و بالاتون میبرویند. برای همین یگان وقت پس نوید. برای آنها چی با دیوار چی با آدم گپ زدن یک است. انیق که در حیاتش به آشخانه ندر آمده است. یک چند خدمتگار داشته است، چرا به آشخانه درآید؟ مراد در او چی یافته است هیچ نفهمیدم. انیق چیزی که نسرین ندارد. نسرین؟ نسرین янга بوی سوختگی رو حس نمی کنید؟ اوی خدا، اکنون خورده نمی شود. اکنون هیچ چیز کرده نمی شود. خوراکشان سوخت. چقدر زحمت کشیدند. انیق بود. مادر جان یک دقیقه. چی میگویی؟ ملیکه رفته اکات و باران را فریاد کن به پایان فرایم. مایلش مادر جان. مادر ابرو ینگه را تکلیف نمی کنید. بیا عصبی کندل را باز بدتر ویران نکنیم. به این هم ویران بود. بعد از خوراک ماندگی یک لگن میبریم. اینقدر مهربان هستید. روزی نبیره هایتون به خوراک ماندگی دیگران مونده است. چی ها میگویی؟ خدا نگاه دارد. خدا نگاه میدارد، ولی مادر کلانشان هم نگاه کند بسیار خوب میشد. زبانت بسیار دراز شده است وزلم. شما میدونید مادر جان، من از خدا ترسید. از روی وجدان کار کنید میگویم. بچه ها خوراک تیار، بیایید. مادر جان ای چی؟ مادر جان این سوخته است. بله تگش کمی سوخت، ولی از بالاش گرفته میخورم. من نمیخورم، شما خورید. عده؟ مادر جان امروز ها با او کاردار نشوید. بیاشین. اگر یگان ذره دلم سوزد نامردم مانید از آبش را کشد زنی شهری. این طور نگوید اکا. با بچه ها رحم کنید. شکل رحم خواهر از یک دیگرشان فرق ندارند، به مادرشان رفتند. ملیکه رفته آنها را به نزد دسترخوان تکلیف بکن. مایلش. چی ها میگوید مادر جان؟ آنها از مراد امانت ماندن. من این را به تو پیشم گفته بودم. بیبی جان
интизор накунед. модарҷон, ман тамоман қадр надорам. гап занед. магар ман амонати мурод нестам. бас аз ин пас дигар ҷудо намешинем. ҳама омада мисли як оила дар инҷо хӯрок мехӯрем. Насрин, ту ба ман пушт мегардонӣ? гурусна нестам, модарҷон. дилам беҳузур шуд. борон шин. малика, онҳоро фарёд бикун. ман фарёд мекунам. шумо бошед, ҷой тайёр кунед. шаб бахайр. хуш омадӣ писарам. гузар шин, якҷоя хӯрок мехӯрем. ташаккур хола. ман намехӯрам. насринро диданӣ омадам. насрин дар ҳуҷра аз шумо дер меояд. ту гузашта шин. ба хонаи холаат омада хӯрок напурда рафтанӣ? биё писарам. янга, модарам шуморо таклиф дорад. не, мо намеравем. дар дигар ҷо мехӯрем. намешавад. ҳамроҳ хӯрок мехӯрем. дигар ҳеҷ касро нороҳат карда намехоҳем. модарам фарояд гуфтанд. ҷаноби кендал ҳам ҳеҷ чиз нагуфтанд. нафароид мисли истеҳзо карда мешавад. ин тавр бошад, аз духтарҳоам пурсам. чӣ мепурсед, янга? магар модари онҳо шумо нестед? зудтар, хӯрок интизор намешавад. майлаш, ҳозир меоем. ана, ҳамин тавр. ман онҳоро хуб медонам. чӣ қадаре ки баланд оед, паст мешаванд. янга, худатонро зебо карда фароид ки сӯзанд. не ҷонам, ин ба ман лозим нест. шумо маро куш кунед. ақаллан ана ҳавай шаддаи садбарги сиёҳро кунед. майлаш мекунам. ана, ҳамин тавр. кай ташриф мекарда бошанд? ҳозир меоянд. ба насрин ҳам бигӯ биёяд маро наранҷонад. майлаш. инро бар. биё равем, насрин. o'zlem, iltimos, маро танҳо гузор, намехоҳам. хато мекунӣ. гӯё ки ягон кор карда аз шарм пинҳон шуда бошӣ. мебинӣ, кундошат хушрӯ пӯшида мебарояд. чӣ нигоҳ дорӣ? дӯст росташро мегӯяд. чаро майдонро ба ӯ медиҳӣ? зани аслии мурод магар ту нестӣ? аввал туро нагирифта буд? биё ноз накун. хушрӯ пӯшида ба поён фаро. оҳ, ана ин ба ту мезебад, насрин. мисли гул мешукуфӣ. маро ба ҳолам гузор, намехоҳам. шояд ту дуруст мегӯӣ. майдонро партофта рафтан лозим нест. ана ҳамин тавр. инро ҳам мекунӣ.
ро дар хотир дорӣ? албатта мурод дар рӯзи иди занон тӯҳфа карда буд. ба худат биё. ада илтимос ин тавр накун. модарҷон гапҳои ӯро магар нашунидем? ҷомашӯяшонро ба дастонашон шӯяд гуфта дод заданд. рӯзгар хоб аст. дилам нашуд ки бедор кунам. майлаш ман хоб равад. илтимос нафароӣ. ин тавр намешавад духтар. дар як хона мисли душман набояд зиндагӣ кунем. модом ки онҳо қадами якумро монданд мо бояд рад накунем. ман намеравам модарҷон. ада маро хаста мекунӣ. биё ада модарамро танҳо нагузорем. майлаш рафтем. фақат гапи зиёдатӣ назанед. бо борон ҳам баробар нашавед. саратонро хам кунед намегӯям, вале ноҳурматӣ ҳам накунед. майлаш модарҷон, парешон нашавед. биояд. албатта биояд. баҳ баҳ, ана хоҳари зебои ман. борон, ман ба ту чӣ гуфта будам? зан ҳамин тавр аст. рақобатро. шаб бахайр. шаб бахайр. райшада дар ту аз куҷо аст? вайро аз куҷо ёфтӣ? мурод барои ман худашон супориш дода буданд. ҳатто худашон кашида буданд. дар рӯзи иди занҳо тӯҳфа карда буданд. модарҷон гӯед. чиро? модар чаро намегӯед? борон, зуд ба ҷо якшин. чаро амак, чаро хомӯш меистед? модар гӯед ё ин ки ман худам мегӯям? борон, хаб шин. чӣ гап аст? бас аст амак, модар ҳақиқатро гӯед. насрин накун. ягон кас ягон чиз мефаҳмонад ё не? шавҳараш тӯҳфа кардааст. ин тӯҳфаи шавҳараш аст. нафаҳмидам. модарҷон, фаҳмед акнун. насрин зани падарам ҳаст. чӣ? пеш аз шумо бо ӯ оиладор шудаам. борон бошад, писари падарам аст.